سلام، به کانال ما خوش اومدین. آدرس پیجمون اینجا نوشته شده. مدلی که میخوایم امروز آموزش بدیم یکی از شومیزهای داخل پیجمون هست. میتونین برین آماده شده و تنخورش رو ببینید. این شومیز یه شومیز جلو بسته هست که سجاف نصف خورده و آستین پاکتی و یقه مردونه. اول راجع به سجافش توضیح بدیم که این شومیز رو الگوش رو اصلا نیاز به جا دکمه خروی الگو نداره و هر دو طرف جلو و پشت روی دو لایه بسته پارچه برش میشه. من برای این شومیز البته سلیقه‌ای هست، ولی من برای این شومیز از گودی گردن 22 سانت پایین اومدم و یه علامت زدم که موقع برش بدونم که چرت ما اینجا میخوره و ما باید از گودی گردن یک برش به از زیر گودی گردن تا این فاصله رو برش بدیم. توضیح خاصی نداره و بیشتر توضیحات سجاف مربوط به دوخت میشه، ولی من یه مختصری میگم که انشالله بتونید استفاده کنید. موقعی که این چرت ما این برش رو زدیم میایم و اندازه اینجا رو میگیریم و روی پارچه دولا در نظر میگیریم که یه دونه جای دکمه خوره از دوختر آمده 2 سانتی در میاریم. در طول این به اضافه طول این خط به اضافه 2 سانت اضافه تر در نظر میگیریم و برش میزنیم و میدوزیم. اما یقش یقه مردونه هست و برای یقه مردونه ما یه دونه مستطیلی میکشیم که طولش برابر با هلال گردن پشت و جلو و عرضش برابر با 11 سانت باشه. 11 سانت به نظرم عدد خوبیه، عدد متعارفیه. ما این مستطیل رو میکشیم، الان فرضی میکشیم چون فقط نحوه آموزش داره و اندازه ها فقط برای آموزش هست. برای پای یقه ما میام از این مستطیل 4 سانتش رو جدا میکنیم. 4 سانت این مستطیل رو جدا میکنیم که بازم این هم سلیقه‌ایه. بین 3 تا 4.5 سانت ما میتونیم انتخاب کنیم که متعارفش 4 سانت هست. از نقطه S میذاریم ما برای مستطیلمون A B C D. از نقطه B نیم سانت میریم بالا، نقطه B پریم. این خط رو تقسیم بر 3 میکنیم که برای من تقسیم بر 3 میشه 9. از نقطه B پریم به نقطه A پریم وصل میکنیم. این نقطه D پریم. از نقطه D پریم 2 سانت و نیم فاصله میگیریم و یه علامت میزنیم و اسمشو نقطه C پریم میذاریم. با استفاده از خطکش یا با دست پای یقه رو هلال میکنیم. یه هلال خیلی قشنگی میکشیم که موقع دوختم در میاد خیلی زیبا باشه. اینجا یکم گودترش میکنیم که خوشگل تر بشه. بعد میایم از نقطه H 1 سانت میریم بالا. اینجا هم 1 سانت میایم پایین. از نقطه C پریم به نقطه H پریم وصل میکنیم و ما الان پای یقمون رسم شده. این شد پای یقه. این قسمت دور ریز میشه، این قسمت هم دور ریز میشه. اینجا ما یه نقطه داشتیم، ما از این خط مستطیل 1 سانت رفته بودیم بالا و اسمشو M میذاره. من این نامگذاری رو میذارم که راحت تر متوجه بشیم. و باز دوباره این خط رو به همین نقطه C پریم وصل میکنیم. از نقطه D 2 سانت فاصله میگیریم و نقطه C پریم رو به نقطه M پریم وصل میکنیم. از نقطه C هم باز 1 سانت میان پایین و اینجای یقه رو با استفاده از خطکش اگر با دستم بتونیم بکشیم حالت خیلی کم انحنابش میدیم که خیلی هم صاف نباشه. این نقطه مثلا N، نقطه MN رو دولای بسته برش میشه
و نقطه AH پریمن رو 2 لایه بسته و اینا دورریز میشه، اینا هم دورریز میشه. این میشه یقه مردونه. این از یقمون، اون از سجافمون میمونه آستین. اما راجع به آستینش که یه آستین پاکتیه. برای آستین پاکتی ها مدل های مختلفی داره که انشالله داخل یه ویدیوی دیگه مدلاشو توضیح میدیم. این مدلی که ما داخل پیجمون گذاشتیم آستین پاکتی ساده هست. روی الگو یه کاغذ میچسبونیم به الگو. مثلا من پاکتی آستین رو 4 در نظر گرفتم. 4 سانت از قد آستین میای بالا فرقی نداره. میشه آستین کوتاه باشه و پاکتی باشه یا آستین سرب باشه و پاکتیش کنیم. ربطی به اندازه آستین نداره. اول که الگو آستین رو میکشیم اندازه آستین هیچ ربطی به پاکتی نداره. بعدا ما الان باید دقیقاً این کپی بشه پایین. ما پایین این خط اندازه آستین رو تا میزنیم، از پشت این خط رو میکشیم روی کاغذ، اینو برمیگردونیم. چند سانت آزاد پاکتی ما چند سانتی بود؟ 4 سانتی. 4 سانت با 1 سانت برای که اونا نکات دوختیه که من اینجا توضیح نمیدم، یعنی هر چقدر اینجا بود به اضافه 1 سانت یعنی 5 سانت. حالا بستگی داره که تو پاکتی چند سانتی باشه. 5 سانت، ما پاکتمون 4 سانتی بود، پس این خط 5 سانتی. اینو میکشیم و اینو برش میزنیم. برای چی این کارو میکنیم؟ که موقعی که برش کردیم، الگو گذاشتیم روی پارچه رو برش کردیم، برای دوخت وقتی برمیگرده خیلی قشنگ در زاویه هم قرار بگیره و مشکل دوختی برامون پیش نیاره. این تیکه که بعد برمیگرده. وقتی اینطوری برش میزنی موقعی که برمیگرده منطبق میشه به درز آستین و این خیلی راحت دوخته میشه که مراحل دوختش توی نکات دوختیه و یک آستین پاکتی 4 سانتی به ما میده. خیلی ممنون، امیدوارم که استفاده کرده باشید. اینم از الگوهای این مدل ما. خدا نگهدار.